بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه اعضای دل، دوستایی که ما را از طریق صفحات اجتماعی بیننده هستند. یک ویدیوی یک موضوعی میخواستم با شما شریک بسازم در مورد همین تعداد زیادی که در صفحات اجتماعی چه یوتیوب چه فیسبوک چه دیگه برنامه های اینترنتیه، تعداد فیسبوک چلان هایی که خلاصه بگم یک تعداد فیسبوک چلان هایی که به خاطر به دست آوردن فرند زیاد یا لایک و شیر کردن صفحات اجتماعی شخصی خوب از عکس های نیمه برهنه استفاده میکنند یا از ویدیوهای مبتذل استفاده میکنند یا از گفتار و کردار مبتذل استفاده میکنند به خاطر به دست آوردن تعداد فیسبوک و فلان به خاطر یک منبع عایداتی که اگر باشد یا نباشد. عزیزا، شما ویژگی مثبت از خود نشون بدید تا ای که تعداد فالوورها شما زیاد بشه. شما زحمت بکشین، تلاش بکنین، کار بکنین، خدمت بکنین برای جامعه خود، ویژگی نشون بدین از خود، ویژگی مثبت نشون بدین، هنر به خرج بدین تا که تعداد فالوورها شما زیادتر بشه. نه ای که خدای نکرده هر روز داخل فیسبوک نگاه میکنی یک عکس نیمه برهنه میگذارن که این فیلم مبتذل در کامنت اول، این فیلم مبتذل در فلان کشور، در فلان محیط، در فلان موقعیت. اما او فالوور به دست آوردن از این را از نظر شخصی می کاملا اشتباهه. او فالوره که به اساس گفته های مبتذل بیایه، به اساس گفته های مبتذل هم پس میره. بهترش اینه که بیاین هم ثواب کنین، هم تلاش کنین، هم هنر به خرج بدیم، هم برای جامعه خود خدمت کنین و هم گناه برای خود جمع نکنین. مهمتر از همه اینه که همین روزا در صفحات اجتماعی پخش و نشر میشه که میبینیم ایسا فقط یگانه منبعی که برای رشد فیسبوک یا یکی از صفحات اجتماعی خود داره از گفته ها و کرده ها و عکس ها و ویدیوهای مبتذل. نه خیر برادر، این کار بسیار اشتباه است. از همه شما فیسبوک چلان ها محترمانه تقاضا مندم تا ای که محترمانه از همه شما تقاضا میکنم تا ای که از این کلمات، از این کارکرده ها استفاده نکنید، از راه های مثبت استفاده کنید تا ای که همه شما را دوست داشته باشند، همه فرندهای صفحات اجتماعی شما باشند، پست های شما را لایک کنند و خود شما هم در بین جامعه یک جایگاه خاص برخوردار باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.